سلام و درود، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید و متفاوت از چنل پی ایران. خب حقیقتا من تازه ماینکرافت شروع کردم و خب با یکی از بچه‌ها داشتیم همینطوری یه مپ وان بلاک اومدیم بازی کنیم. زیاد بلد نیستم، یکی از دوستان بودش. بعد من یه مپی درست کردم، یه ذره لگم اینجوری گوشی پلیرم، ولی خب به زودی سیستم اینا رو حالا اوکیش میکنم. اول می‌خواستم یه سوالی بپرسم راجع به این که چیکار کنم که گوشیم، یعنی شما پیشنهاد میکنید لگ نزنه، یعنی مثلا برای گوشی چیکار؟ خب اومدم اینجا مپ همون بهتون نشون بدم ببینم چجوری پیش رفتیم. حالا چیز نکنم، یه ذره هم کریتیو کردم، یه سری از دیزاینر رو با یه آیتمایی که نمیتونستم کردم خونه رو ساختم. ولی خب به بزرگی خودتون ببخشید، تازه واردم نوب سگم اومدم که از شما یاد بگیرم. خب یه دونه دیگه سوالی که داشتم، دیدید بعضی از ماینکرافت پلیرام اول ویدیو بود، یعنی از چهره خودشون، یعنی چهره نه، کاراکترشون تو تصویره، میفهمید چی میگم؟ که خودم نفهمیدم ولی شما میفهمید. دلش میخوام یعنی بدونم حتما با برم تو ستینگ این کارو بکنم یا اینکه راهی هستش یا مثلا یه دکمه بیاد که دیگه نیاز نباشه هر سری برم تو ستینگ یه کات بزنم واسه ویدیو بیارم اینجوری کنم. در کل این اکسلاتنا اول بازی بهم توی انقدر اسپان شده دهن اون سرویس شد، نصفشون هم کشت. ولی خب به بزرگی خودتون ببخشید اگه دیگه مپم خیلی چرته دیگه. هر روز تقریبا سعی میکنم که کارن شوشم یه تیکه از تغییرات مپو بذارم. این اولشه و به زودی ویدیوهای جدید و لانگ ماینکرافت هم قرار بذاریم. فقط خواستم این معرفی بکنم که آره دوستان ماینکرافت پلیر چنل رو ساب کنن، لایک کنید. اینم بالا یه اتاق دارم درست کنم به سمت بالا، احتمالاً ویدیو بعدی اینجا کامل شده باشه. حالا نمیدونم اگه میخواید روند ساختنش و اینا رو ویدیو بگیرم بگید. البته که بالاخره گوشی پلیرها زیاد چی نمیشن، ولی خب نمیدونم تو استعمال کنم، بالاخره ویدیو تازه است دیگه. خب آقا ممنونم ازتون، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. ببخشید وقتتون الکی هدر دادم، ولی خب اینجوری میکنم، میخوام اینم راه دیگه ای نیست. آره خب داشتم میگفتم چنل رو حتما لایک کنید، ساب کنید، یه کامنت بذارید، نظراتونو بگید تا یه ویدیو دیگه. پیس.